هذا النور شفاء صدور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان نهایت با رحم. اما بعد، این قصه ها نه برای تنقید شما بلکه برای عبرت شماست. یک دختر جوان در یک دانشگاه میخواند. یک روز در هنگام درس ناگهان سر دختر چرخ میزند و دختر بر زمین میافتد. وقتی که دختر را به بیمارخانه میبرند، پس طبیب ها معلوم میکنند که این دختر الکی 3 ماه حامله دار است. بعد تفتیشات زیاد معلوم میشود که این دختر همراه 5 دختر دیگر به فاحشگی و تنفروشی مشغول بودند، ولی کسی از این کار آنها خبری نداشته است. یک دوگانش این دختر را فریب داده به این کار فاحشگی جلب کرده است. این 5 دختر هم در فاحشه‌خانه دولتی آلمان شبانه می روند و با مردم بیگانه تنفروشی میکنند. پدر این دختر نیز یک مرد به نهایت مینوش و دخترباز بود. پدر این دختر هم شبانه به فاحشه‌خانه می رفت و با دیگر دختران فاحشه کیف و صفا می کرد. یک شب پدر همین دختر به یکی از فاحشه‌خانه شهر می رود و به کارگر فاحشه‌خانه می گوید که من برای تو پول می دهم، ولی تو برای من یک دختر زیبا را بیار تا اینکه همراه او تا سحر استراحت کنم. کارگر فاحشه‌خانه باشد 10 دانه رسم‌های زن‌های زیبا را به این مرد نشان می دهد و می گوید مرحمت رسم‌های زن‌ها را تماشا کن. اگر کدام از اینها برای تو پسند آید، پس انتخاب کن. من همان زن انتخاب کرده را به نزدت می آورم. وقتی که این مرد صورت‌ها را گرفته تماشا می کند، ناگهان صورت دختر خودش را می بیند. در حال به کارگر فاحشه‌خانه می گوید که همین دختر را برای من پسند آمده است، پس همین دختر را به نزد من بیار. کارگر فاحشه‌خانه می گوید به دویم آشیانه به حجره 15 درآ، پس همین دختر تیار ایستاده است، پس می توانی همراهش تا سحر استراحت کنی. وقتی که این مرد به همین حجره می درآید، پس دختر خود را بی لباس و تنی برهنه می بیند. در حال غضبناک شده او را لط و کوب می کند. یعنی می فهمد که الکی دخترش تنفروش و فاحشه شده است. بله، در کسی را نزن که درت را می زند. خواهران عزیز، شما خلاصه برآورید که دوستی ناخوب شما را به کدام راههای بد می برد. پس با دخترانی که اخلاق و آداب خوب ندارند دوستی نکنید، زیرا با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. حتی این مرد می گوید وقتی که به آشیانه دویم برآمدم، یک گروه دخترانی را دیدم که در آغوش پسرها نشسته و لب به لب دوستداری میکنند. این قصه را در کتاب اعمال منافعین عفت در اسلام صفحه 59 پیدا کرده می توانید. سبب اساسی بی‌راه شدن جوانان ما تماشا کردن نوارهای فحشا می باشد. افسوسی کسی از پی حل این مسئله نیست. حالا آنکه خداوند می‌فرماید به تحقیق زنا یعنی فاحشگی به نهایت کاری بدی است. سوره اسراء آیه 32. عزیزان، این بود یک تحلیل برای پیشرفت شما. باقی خداحافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.